در کنار تفریحی که ما امشب با هم دیگه خواهیم داشت، من میخوام کمی هم جدی‌تر با شما صحبت بکنم و اون هم درباره زندگی. و من حتی زندگیم رو اینجا با خودم آوردم. به شما حق میدم این تا حدی غیر هماهنگ هستش، درست چیده نشده، ولی وقتی که اینها رو تا حدی کنار هم دیگه درست بچینیم شما متوجه میشید که زندگی من خیلی کمپاکت و جمع جوره، مخصوصا اطرافش. فرمش همینجوری به وجود نیومده. فرم رو من الگوش رو بهش دادم خودم، بر اساس محدوده‌ای که من میخوام خودم به زندگیم بدم. همینطور که می‌بینید این قاب کاملا برازنده زندگی منه و زندگی من هم کاملا در اون جا میگیره. و همینطور هم که می‌بینید این کاملا استابیل و محکم هستش. میدم که خودتون از نزدیک این رو ببینید. دوباره به این موضوع برمیگردم. این در حقیقت فقط زندگی من نیست، زندگی هر مرد و هر زن دیگه هستش. زندگی همه ما از قسمت‌های کوچیکی تشکیل شده که برای هر کدوممون یه معنی داره. مثلا این قسمت خیلی مهم برای من، قسمت خانواده‌مه و پایه زندگی. این موضوع دوستی و عشق، آرزوها و فکر درباره آینده. اینم مثلا قسمت خیلی مهمیه. میتونید متوجه بشید برای من نمایش و شعبده بزن. این قسمت کوچیک میتونه اسرار کوچیک زندگی هر کس باشه. هر کدوم این قسمت ها میتونن شامل چیزی باشن، فقط مهم این هستش که طوری در کنار هم قرار بگیرن که بتونن توی اون قاب جا بشن. اما فقط این نیستش، قسمت دیگه ای هم وجود داره. مسائل کوچیک یا بزرگی که هر کدوم ماها یه موقعی داشتیم. یه قسمت خیلی کوچیک در مقایسه با اون قسمت بزرگ زندگیم، ولی میتونه زندگی ما رو کاملا دگرگون کنه. عوض کردن زاویه دید میتونه کمک بکنه در حل مسائل. قدر همه چیز رو از بالا نگاه بکنه و فکر بکنه دربارش. کم پیش نیومده که مردم شروع کردن زندگیشون رو دوباره از اول ارگانیزه کردن و با جمع جور کردن بعضی از چیزها و تغییر دادن بعضی از عادات تونستن این مشکل رو هم به شکلی تطبیق بدن تو زندگیشون. اما فقط این وجود نداره، این هم وجود داره. این زمان خوب زندگی، شادیه. امیدوارم که 2 برابر غم باشه برای حل کردن غم ها. هر کس که بتونه این غم رو تو زندگیش حل بکنه میتونه با کمی ترفند این شادی رو هم تو زندگیش بیاره. زیباترین چیزی که در زندگی همه ما وجود داره، با وجود تمام این قسمت هایی که به این زندگی اضافه شده، ولی هنوز هم قابی که ما به زندگیمون داده بودیم از اول بهش میاد و اندازش. امیدوارم قسمت‌های زیادی به زندگیتون اضافه بشه.